سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وقت تلف نکنم، برم سری سر حرفی که میخوام بزنم. عرضم خدمتتون که اساسا ما ایرانیا همیشه جزو فرهنگمون شده 90% افق دیدمون تا 2 متر جلوی پامونه. به آینده آنچنان که باید و شاید فکر نمی کنیم. برای همینه که یک مسئولی وقتی میره در یک اداره، اولین کاری که میکنه تو 2-3 روز اول راهچا رو پیدا میکنه ببینه چجوری میشه یه کارایی کرد اون تو، چون فکر نکرده که طولانی مدت قراره بیاد اونجا بمونه و کاری بکنه. این فرهنگ جاریه از دوره ناصرالدین شاه بگیر، قبلش هم بگیر، تو تاریخ هست دیگه. حالا سالها قبل، اون اوایل در کالیفرنیا لااقل من میدونم که این قانون هست، یک قانونی برای یک سری خونه ها وضع شده که بهش میگن رنت کنترل. و خیلی از هموطنای ما که همون بعد از انقلاب شکوهمند مجبور شدن که بیان بیرون و بعد به مرور به تعدادشون زیاد شد، اومدن و از این خونه ها استفاده کردن. حالا این رنت کنترل چیه؟ یعنی که شما میان یک قیمتی برای خونه در نظر میگیرن، مثلا میگن که قیمت این خونه $400 در ماه اجارشه. حالا در کجا؟ در منطقه سانتا مونیکا که یک محله جیگوری آنچنانی است. یکی از دوستان من یا آشنایان من میدونم که اونجا یک خونه 3 خوابه رو سالهای ساله با همون مبلغ $400 میشینه، در صورتی که الان اگه اون خونه رو بخواد در خیابان سانتا مونیکا لب دریا اجاره بکنه، حداقل باید ماهی $6-7 هزار قیمتش، یعنی اجارش رو بده. تا موقعی که شما تو این خونه باشید قیمت این خونه تغییر نمیکنه. چقدر خوب، چه قانون خوبی. اما هموطنان نازنین ما چیکار کردن؟ از همون سالا میرفتن این خونه ها رو میگرفتن، بعد به قیمت مثلا همون مثال $400، بعد این خونه ها رو $3-4 هزار اجاره میدادن به کس دیگری و بعد غیرقانونی ها خودشون می آمدن میرفتن توی محله دیگری 2 اتاق میگرفتن اونجا زندگی میکردن. کم کم دولت فهمید و خیلی سفت و سخت گرفت این ماجرای رنت کنترل و تقریبا الان وجود نداره. این از این. 2، خیلی از کسایی که در آمریکا زندگی میکنن، یعنی این مثالا رو میزنم تا برسم به اون خبری که میخوام بهتون بدم. خیلی از کسایی که در آمریکا زندگی میکنن اومدن از طریق پناهندگی اومدن. خیلی از این آدم ها اومدن گفتن که ما یا بهایی شدیم یا مسیحی شدیم و در ایران جان ما در خطر بوده. چقدر عالی که دولت آمریکا میاد و با یک نامه‌ای که حالا از محفل بهایی‌ها براشون میاد یا از کلیسا هست که این غسل تعمید شده، به اینا پناهندگی میداد و می اومدن در آمریکا. منتها گرین کارت که می گرفتن، یهویی تابستونا مخصوصا این خطر جانی ازشون رفع می شد و می رفتن ایران و بر می گشتن و از این کارا. ایدای 9 سالی 2 بار 1 بار. پریروز بود داشتم میخوندم قانون جدید گذاشتن که دیگه به این راحتی به کسی بابت تغییر دینش از هموطنای ما ها به بقیه کاری ندارن. به این راحتی دیگه پناهندگی نمیدن تا مدرک نیاره که زندان بوده و اتفاقات این چنینی براش با مدرک بعد ارائه بده که این اتفاقا براش افتاده و الا به هیچ عنوان بهش پناهندگی نمیدن.
یعنی اون دوستان عزیزی که بهایی شدن یا مسیحی شدن و بعد این کارا رو کردن، اونا دیگه افق روبروشون همین 2 متر جلوشون بود دیگه، به فکر کسان دیگری نبودن. حالا این اتفاق افتاده و خیلی ها دچار مشکل میشن. در ترکیه خیلی ها که سالهاست پناهندگی اعلام کردن به خاطر این ماجرا، الان لااقل آمریکا دیگه نمیتونن بیان، برای اینکه به شدت سخت گرفتن و ازشون مدرک میخوان. یعنی ما اینیم، یعنی ما